همراهان عزیز آلفا آبان، امیدوارم که حالتون رو به راه باشه دوستان. میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که سکوت شما بر روی طرف مقابل چه تأثیری گذاشته اگر سکوت کردین و اگر هنوز سکوت نکردین و بینتون درگیری هست. میخوایم ببینیم که بهتره که اگه سکوت بکنید چه تأثیری روی شما میذاره و بهتره که سکوت بکنید یا خیر. دوستان لطفاً سابسکرایب کنید، لایک کنین، کامنت بذارین، به من بگین که چه چیزایی رو بیشتر دوست دارین در موردش حرف بزنیم، درد و دل کنیم، راهنمایی بگیریم. بذارین این انرژی ها بچرخه. کانال اینستاگرام من رو فالو داشته باشید و برای رزرو مشاوره شخصی به دایرکت اینستاگرام و یا آیدی تلگرام که قبلا هم گفتم پیام بدید. خب نیت کنید دوستان، کارت ها عجله دارن، لطفا نیت کنید. اسم طرف مقابل رو در ذهنتون صدا کنید، تصویرش رو بیارید. کارت ها خیلی عجله دارن. خب من یه جوری بچینم که شما کامل ببینید. اولین کارت خب دوستان، امیدوارم که این انرژی خوانی ها بتونه بهتون راهنمایی بده. حالا آخریه رو احتمالا نمیبینید ولی من بعد میارم بالا که ببینید. و این هم ته کارتتون. خب دوستان از ته کارتشون شروع میکنیم که خیلی چیزا رو داره میگه. اجازه بدین لایه لایه این همین یک دونه ته کارت رو براتون بازش کنم. انرژی عنصر آب و زمین بسیار شدید و زیاد داره دیده میشه دوستان. ته کارت خیلی کارت مهمیه توی تاروت. انرژی زنانه، جذاب، پرورش دهنده، زیبایی، عشق خاموش و قدرت خیلی زیاد. دوستان سکوت شما اگر سکوت کردین که به نظر میاد خیلی هاتون این کار رو انجام دادید، اگر سکوت کردین، اگر هم نکردید حتما این رویه رو پیش بگیرید. سکوت شما نه تنها باعث نشده که فراموشتون بکنه بلکه برعکس شما رو تبدیل کرده به چیزی کمیابتر. شما در ذهنش تبدیل شدی به یک انرژی نرم ولی قدرتمند. سکوت شما باعث شده به شدت بهتون فکر کنه، بیشتر دلتنگ بشه، حس کنه چیزی از دست داده. این کارت میتونه نشون بده از دوری شما به شدت به هم ریخته و البته که نشونه کشش شدید و میل شدید جنسی هم هست. خب میریم از کارت اول شروع میکنیم که چرخ سرنوشت است. دوستان طرف مقابل، سکوت شما برای طرف مقابل مثل آینه از خودش و احساساتش عمل کرده. وقتی شما سکوت کردی یا این روش رو پیش بگیرین، شخص مقابل شما مجبور میشه درونش رو مرور کنه، با خودش روبرو بشه، با ترس ها، تردید ها و حسرت های گذشته بتونه روبرو بشه و ببینه این دردها و حسرتها رو. ببینید درست مثل ماه
که نشون دهنده سردرگمی و رمز و راز درونیه. سکوت شما باعث شده که خودش رو بیشتر بشناسه، به اتفاقاتی که در درون خودش میفته بیشتر پی ببره، حس کنه باید تصمیم بگیره و حتی بدون اینکه شما چیزی بگی مسیر ذهنی و قلبی خودش رو بازسازی کنه. سکوت شما بهش فرصت داده تا ببینه واقعاً شما کی هستین و چقدر روی زندگی و احساساتش تأثیر دارین. بدون اینکه شما مستقیم چیزی بگین میدونین انگار تازه داره با این سکوت شما قدر شما رو میدونه و متوجه میشه که شما چقدر تو زندگیش تأثیر داشتین، چقدر جاها از خود گذشتگی کردین، چقدر جاها واقعا بودین و این تا زمانی که شما این سکوت رو نکرده بودین و یا حالا هی بهش گوشزد میکردین یا اگرم گوشزد نمیکردین همیشه بودین دیگه، این شما رو نمیدیده. ولی وقتی سکوت کردین و الان از شما هیچ خبری نداره و احتمالاً قبلا اینجوری نبوده و الان یه حرکت جدید از شما داره میبینه، تازه داره پی میبره که شما چقدر تو زندگیش تاثیرگذار بودین. در عین حال این حرکت شما مثل یک دعوت آرام بوده، یعنی این مثل یک دعوت همراه با طمأنینه عمل کرده. آس جام و عشاق رو ما اینجا داریم. این سکوت جریان احساسی و کشش بین شما رو فعال کرده. اون نمیدونه باید چی کار کنه اما ناخودآگاه حس میکنه چیزی ارزشمند و ناب مقابلشه. ببینید چقدر این کارت قشنگه، چقدر این دوتا کارت در کنار هم زیبا هستن. احساس میکنه که این کارت رو میبینید، بله، احساس میکنه که چیزی ارزشمند و ناب مقابلشه و هر لحظه ممکنه اونو از دست بده. گفتم همونجور که قبلا گفتم تازه متوجه شدی که چقدر شما تو زندگیش ارزشمند و تاثیرگذار بودید و حالا ترس از دست دادن شما رو پیدا کرده. در واقع شما رو تازه الان داره چیزی میبینه که باید محافظت و درک بشه. این روش شما باعث شده او میل و توجه بیشتری به شما پیدا کنه. با توجه به اینکه کمی اضطراب و سردرگمی هم داره ممکنه خب خیلی سریع عمل نکنه و خیلی سریع پا پیش نذاره یا به کارهای اشتباهی که کرده اعتراف نکنه. ولی چون شما هم سکوت کردید میدونید در واقع الان اصلا نمیدونه که باید کاری بکنه یا نه. نمیدونه شما با این سکوتتون دقیقاً چه چیزی رو میخواین برسونین، اصلا چه چیزی میخواین، چه حسی دارین، که البته بد هم نیست. در قسمت دوم بخوام بهتون بگم سکوتتون همچنین ببینید این دوتا کارت قضاوت و عدالت رو در کنار هم داریم. شخص مقابل رو، حالا این خانم یا آقا هر کسی که هست، در یک فرایند قضاوت و بررسی درونی قرار داده. داره خودش رو محک میزنه، چه سوالهایی از خودش میپرسه، آیا رفتارم درست بوده، آیا حق شما رو رعایت کرده، آیا خودش آماده این رابطه یا ارتباط هست. شما با سکوتتون مثل یک آینه صادق عمل کردین و این طرف مقابل رو مجبور کردی تا مسئولیت احساسات و تصمیماتش رو بپذیره. میدونی تازه داره به قضیه فکر میکنه. حالا فکر میکنم اکثریتتون انرژی که افتاده مدت زمان زیادیه که با این شخص توی رابطه بودین. به هر حال مدت زمانی بیشتر از 9 ماه 10 ماه بالای 1 سال. تازه داره به این فکر میکنه، تو درون خودش کند و کاو میکنه منهای این که شما رو چقدر دوست داره و چقدر شما رو
گوهر نابی میبینه، تازه شما با این سکوت مجبورش که بشینه فکر بکنه اصلا آماده این ارتباط و رابطه بوده که شما رو وارد این قضیه کرده و حالا بهتون آسیب هایی زده. به سکوتتون ادامه بدین دوستان. این باعث میشه که این شخص نه تنها کشش و جذابیت نسبت به شما داشته باشه، بلکه به نوعی از خودش هم سوال کنه، خودش رو کندوکاو کنه و به بلوغ احساسی نزدیک بشه. نمیگم یهو بعد این سکوتی که شما کردین یهو این شخص از نظر احساسی بالغ میشه، نه، ولی داره به بلوغ احساسی نزدیک میشه. شاید خیلی پروسه طولانی باشه و شما حتی به هم برگردین و همچنان این پروسه ادامه داشته باشه، ولی سکوت شما این تاثیر رو روی این شخص گذاشته. از طرف دیگه ما این دوتا کارت رو داریم که نشون میده که مسیر تفکر و فاصله گرفتن رو دوری شما ایجاد کرده. شاید سعی میکنه از نظر ذهنی به شما نزدیک بشه، اما هنوز موانع و مقاومت هایی تو ذهن خودش داره. شما باعث شدین مسیر خودش رو پیدا بکنه. ببینید این کارتیه که داره از مسیر درگیری‌های ذهنیش گذر میکنه، نقاط ضعف و قدرتش رو بشناسه و بدون فشار از طرف شما، بدون اینکه شما هی بهش گوشزد کنید ببین من این کارو کردم تو نفهمیدی، ببین من اون کارو کردم تو نفهمیدی، یا هی درگیری، هی جار و جنجال، هی دعوا و میدونید دست و پا زدن شما برای اینکه رابطه رو بهتر بکنید، ولی در واقع با گفتن شما هیچ چیزی عوض نشده، ولی سکوت شما باعث شده که این بهتر خودش رو بشناسه، بدون اینکه فشاری از طرف شما باشه، به درونش نگاه کنه، به خوب و بد کارهاش نگاه کنه. سکوتتون اصلا باعث نشده فاصله ایجاد کنه. میدونید شاید فیزیکی فاصله هست ولی به صورت ذهنی موانع داره برداشته میشه و تفکر این شخص نسبت به درونیات خودش باعث میشه که در نهایت این شخص خودش آماده تصمیم گیری یا حرکت احساسی بشه که این همه جوره به نفع شماست، که این شخص خودش آماده حرکت بشه. و در نهایت این کارتی که نمیبینیم، کارت کاهنه اعظم، چقدر این کارت ها قشنگ دارن صحبت میکنن دوستان. نهایتا کارت کاهنه اعظم رو داریم که خیلی مهمه. سکوت شما برای طرف مقابل حکم راهنمایی معنوی و انرژی زنانه قدرتمند رو داشته. این شخص احساس کرده که شما نه تنها حضور فیزیکی یا کلامی، بلکه انرژی و چطور بگم یک حکمت طبیعی خاص خودتون رو دارین. متوجه میشین چی میگم؟ یعنی چیزی که بدون تلاش و بدون توضیح این شخص رو وادار کرده که به شما احترام بگذاره و تحسینش رو برانگیخته کنه. رویه‌ای که شما در پیش گرفتین باعث شده ایشون فکر کنه، حس کنه که شما پایدار، مستقل و در عین حال جذاب هستین و میتونم بهتون بگم شما رو یک الگوی احساسی و معنوی و قدرتمند میبینه. بسیار بسیار به نظر من این کارت ها خیلی جذاب صحبت کردند، خیلی زیبا صحبت کردند و خیلی انرژی خانی قوی بود.